سلام بینندگان گرامی، برنامه اخباری آزادی با تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز پنجشنبه 11 فوریه است. عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. حالا توجه کنید به سرخطی خبرهای برنامه امروز. معلوم نیست تاجیکستان در خارج چند مهاجر دارد. وزیر مهنت تفاوت در آمار مهاجران را شرح داد. مفتی قرغیز با اتهام از خود کردن پول حاجیان دستگیر شد، ولی جانبدارانش با این عیبنامه راضی نیستند. آنها شورای علمای خود را دارند. کمیسیه مخصوص است که بخش مالی را تحقیق می کند. این کاری داخلی آنهاست. شهرداری دوشنبه به ساکنان دستور داده است موجودهای ماهواره‌ای را برچینند. از میلیتسیا است و حکومت اومدن، حکومت نو گرفتن. وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان ضمن نشست خبری امروز در شهر دوشنبه گفت در جریان جلسه بین حکومتی که اخیراً در مسکو دایر شد، روسیه برای قبول 20,000 نفر مهاجران کاری اظهار آمادگی کرد. اما سنه پوره باز شدن مرز روسیه برای مهاجران کاری تاجیک هنوز معلوم نیست. قرار است نخست متخصصان روس وضع اپیدمیولوژی در تاجیکستان را سنجند و بعداً احتمال است روسیه در این زمینه تصمیم بگیرد. همکارانم امرالدین عالموف و مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه در این نشست حضور داشتند و تفصیلات را در گزارش از آنها می‌بینیم. شیرین امانزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید مقامات روسیه گفتند بعد از فرستادن یک کمیسیه با صلاحیت و سنجش وضع بهداشتی تاجیکستان مسئله برقرار کردن پروازها را بازنگری خواهند کرد، ولی شیرین امانزاده از هیچ سنه مشخص ذکر نکرد که کدام روز پروازها میان تاجیکستان و روسیه برقرار خواهند شد. صدها مهاجر تاجیک که با سبب پاندمی کووید 19 نتوانستند به روسیه بروند، حالا منتظر باز شدن پروازها هستند. شرط اساسی یعنی که عموما شرطی که دلخواه کشور نزد کشور همتا یا کشور قبول کننده کشور فرستاننده قوه کاری میگذارد، این رعایت گردیدن معیارهای یعنی پنهانشوی ضد اپیدمیولوژی است. با منظور همتایان روسیوی رسانیده شد که طی 2 ماه آخر در جمهوری تاجیکستان یگان حالت سرایت شوی از بیماری فراگیر کووید 19 به قید گرفته نشده است و جانب روسیه نیز اصرار داشتند که با فرستادن یک کمیسیه صلاحیت‌دار و از نظر گذراندن وضعیت واقعی در جمهوری تاجیکستان بررسی و بازنگری میکنند ورود شهروندان جمهوری تاجیکستان را و حدود فدراسیون روسیه برای دریافت کار. 2019-2021 شیرین امانزاده وزیر مهنت که اخیراً در جلسه کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه شرکت داشت، روز 11 فوریه گفت شرط اساسی برای باز شدن پروازها این رعایت قاعده‌های بهداشتی است. به گفته خانم امانزاده به مقامات روسیه رساندند که طی 2 ماه اخیر در تاجیکستان گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است. وزیر مهنت تاجیکستان گفت از شرکت‌های روسیه درخواست‌های زیاد برای جلب مهاجران تاجیک گرفتند، ولی به گفته امانزاده با سبب بسته بودن مرزها و منتظم نبودن پروازها و اجازه ورود نداشتن شهروندان اکثر دولت‌ها اجرای این کار هنوز غیر امکان است. وزیر مهنت همچنین افزود در دوره بسته بودن مرزها برای فرستادن 434 نفر شهروندان تاجیکستان به روسیه توافق حاصل شده است و علاوه 170 نفر آنها به روسیه رسیدند. وزیر مهنت تاجیکستان ضمن نشست خبری همچنین شرح داد که چرا آمارهای مقامات تاجیکستان و روسیه درباره مهاجران از هم زیاد فرق می‌کند. مقامات تاجیکستان دائما میگویند که در روسیه کمتر از 5 میلیون شهروند تاجیکستان به حیث مهاجر کار می‌کند، اما جانب روسیه تعداد مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون نفر میگوید. از جمهوری تاجیکستان ضمن سفر کردن ما مهاجر مهنتی گفته نفری را در نظر داریم که قوه کاری است و برای کار و فعالیت سفر میکنند، ولی تعدادی که جانب روسیه در نظر دارد اعضایان عائله مهاجران مهنتی و فرزندان نابالغ اینها نیز واردند در این شماره.
روسیه کشور اساسی قبول کننده مهاجران تاجیک است و سالانه هزارها مهاجر تاجیک برای دریافت رزق روزی به آنجا می روند. اما از ماه مارس سال گذشته با سبب پاندمی کووید 19 پروازهای دائمی منع شده و حرکت قطارها نیز قطع شده است. مهاجران میگویند در داخل تاجیکستان جای کار مناسب ندارند. در چنین شرایط چشم همه به آن دوخته شده است که کی راهها به سمت روسیه باز می شوند. در قرقیزستان ماموران امنیتی مفتی این کشور را بازداشت کردند. به گفته مفتشان مفتی پولهای از ساکنان برای ادای مراسم حج جمع آمده را با فایز به دیگران قرض داده یک اداره سودخوری تشکیل کرده است. جانبداران مفتی این عیبنامه را قبول ندارند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد. ماموران امنیتی مفتی قرقیزستان مقصدبک حاجی توکتاموشف را بعد از چند ساعتی به استعفا رفتنش با گمان دست داشتن در فساد مالی دستگیر کردند. مقامات قرقیزستان گفتند پولی را که ساکنان برای ادای مراسم حج در اختیار اداره مسلمانان قرار می‌دادند، مفتی و مسئولان دیگری مفتیات بر عوض بهره یا فایز به دیگران قرض می‌دادند. بازداشت مقصدبک حاجی توکتاموشف روز 10 فوریه و بعد از بازپرسی سرمحاسب اداره مفتیات صورت گرفت. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گفت تفتیشات نسبت به اداره مسلمانان ادامه دارد. در مفتیات پولی کلان در گردش است، مخصوصا هنگام سفر حج و حج عمره. سرچشمه های دیگری درآمد نیز هست. برای مثال کشورهای اسلامی طرحهای گوناگون را سرمایه گذاری می کنند. اما وضعیت حاضره برای منصب مفتی پیش آمده است. مقصد اساسی گذاشتن آدم خود به این مقام و گرفتن حق خود از این پول ها است. هر سال هزارها ساکن مسلمان قرقیزستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی می روند. سال گذشته قرار بود 6000 کس زیارت حج را به جای آورند و هر کدام $3350 پرداختند. ولی به سبب پاندمی کرونا ویروس مراسم حج صورت نگرفت. گفته می شود این مقدار پول به صورت حساب مفتیات وارد شده بود، ولی مقصدبک توکتاموشف پیش از آنکه به استعفا رود و دستگیر شود گفته بود ادعا درباره مبلغ‌های جمع شده برای مراسم حج تهمت است. در همین حال روز 11 فوریه جانبداران مقصدبک حاجی توکتاموشف در نزد بینای کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گرد آمده آزادی او را طلب کردند. آنها عین زمان خواستند قضیه مفتی سابق منصفانه تحقیق شود. با کی چی در کار است و چی مقدار این مهم نیست. مفتیات اداره دولتی نیست که تصدیق کنند آنها پولهای دولت را دزدیدند. آنها شورای علمای خود را دارند. کمیسیای مخصوص است که بخش مالی را تحقیق می کند. این کار داخلی آنهاست. مقصدبک حاجی توکتاموشف باری اول سال 2014 مفتی قرقیزستان انتخاب شد و سال 2017 باری دوم به این مقام آمد و مأموریتش باید ماه اپریل امسال به پایان می رسید. او یکی از چهره‌های نمایان روی تبلیغ جماعت در قرقیزستان است. جریان مذهبی که فعالیتش را در تاجیکستان، روسیه و قزاقستان و ازبکستان منع کردند. از منصب رفتن مفتی‌های قرقیزستان همیشه با ماجرا همراه بوده است. مفتی سابق مرادعلی چومانوف بر اثر لاتوکوب افتید. سویون کولویف مفتی دیگر را نیز گروه‌های جنایی زدند و او ناچار از منصب دست کشید. چوبک جلیلوف که از سال 2010 تا 2012 مفتی قرقیزستان بود نیز زیر فشار نامه استعفا را نوشت و پیش از مهلت از مقام رفت. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. ایران به تولید اورانی فلزی موفق شده است. دیروز با نشر این خبر آژانسی بین‌المللی نیروی هسته‌ای یادآور شد که مقدار اورانی فلزی ایران همگی چند گرم بوده. در حال حاضر آن تا حد ضروری برای تولید سلاح هسته‌ای یعنی 90% غنی نبوده است. به عقیده ممالک غربی این عمل تهران مخالف به بندهای سازش سال 2015 است که ایران به کشورهای ابرقدرتی عالم بسته است. شهلای گلخوجه گزارش می‌دهد. روز چهارشنبه اگنتی بین‌المللی نیروی هسته‌ای تصدیق کرد که ایران مقدار معینی اورانی متلی یا خود فلزی تولید نموده است. کشورهای غربی به ایران هشدار داده بودند که این عمل
مخالف سوزش سال 2015 است، زیرا اوران فلزی امکان دارد در استحصال سلاح هسته‌ای استفاده شود. اگنتی ابراز داشت که در کارگاه هسته‌ای اصفهان 3 گرم اوران فلزی استحصال شده است. چند پیش خبر نشر شده بود که این اوران فلزی غنی نشده است. بر پایه گزارش اگنتی و معلومات خبرنگاری ریترز از منبع دیگر، تهران نقشه دارد این اوران فلزی را تا 20% غنی گرداند که برای تولید سلاح هسته‌ای کافی نیست. بعد کشتار دانشمند بلند مقام هسته‌ای ایران در ماه نوامبر سال گذشته، جمهوری اسلامی قانونی تصویب نموده تحقیقات در کارگاه تولید سلاح هسته‌ای را از سر گرفت. به قول خبرنگاری ریترز، این اقدام ایران بازگشت امریکا به سوزش هسته‌ای سال 2015 را دشوارتر می‌کند. در سال 2018 پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ کشورش را از سوزش هسته‌ای سال 2015 بیرون کشیده تحریم تهران را برقرار کرد. بر پایه سوزش سال 2015 که تهران با کشورهای ابرقدرت عالم امضا کرده است، ایران می‌تواند فقط مقدار محدودی اوران را تولید کند. تهران دائم اصرار می‌ورزد که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هدف‌های آسایشته دارد. شهرداری دوشنبه به ساکنان چند بینای بلند آشیانه دستور داده است که آنتن و یا موجگیرهای ماهواره‌ای خود را کنند. به گفته مقامات، موجگیرهای ماهواره‌ای نمود ظاهری بیناهای بلند آشیانه را بی‌زیب می‌کند، اما ساکنان می‌گویند مقامات به جای این موجگیرها منبع آلترناتیوی اخبار به آنها است یگان نوع دیگری موجگیرها را پیشنهاد نکردند. ساکنان در تاجیکستان اکثرا در خانه‌های خود موجگیرهای ماهواره‌ای نصب می‌کنند تا به شبکه و تلویزیون‌های خارجی دسترسی داشته باشند. تفصیلاتی بیشتر در موضوع در گزارش همکارم کیومرثی عطا. ساکنان خانه‌های اطراف مجمع استقلال و آزادی در شهر دوشنبه از صحبت درباره قرار مقامات عاید به برچیدن آنتن‌ها یا موجگیرها می‌ترسند. آنها می‌گویند نه تنها آگاهنامه خطی گرفتند، بلکه نمایندگان حکومت شهر و ناظران آمده تاکید کردند که آنتن‌های خانه خود را از بام بنا برچینند. گفتند از میلیتس اومدن از و حکومت اومدن، حکومت آنتن گرفتن. بله، ما را آگاه کردند و گفتند که فوراً باید آنتن ها از بام بنا دور کرده شوند. البته تماشا میکنیم. حتی در یک خانه چند موجگیر است. من به خانه تلویزیون کابلی گذراندم، اما شبکه‌های آن به من چندان پسند نیست. تلویزیون کابلی شبکه زیاد ندارد. در اینجا نه به همه این پسند است. خبرگزاری ازیاپولیس با تکیه به مقامات حکومت ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت نوشته است تصمیم برچیدن موجگیرها از سوی شهردار دوشنبه رستم امامعلی گرفته شده است. به نوشته منبع گویا موجگیرها در بام بناهای استقامتی زیبایی منظره دیده شونده از ساختمان مجمع استقلال و آزادی را کم می‌کرده است. از روزی که ساکنان را آگاه کردیم باید موجگیری‌های خود را از بام بنا برمی‌چیدند. این دستور رئیس شهر است و باید اجرا شود. به گفته حقوقشناس شاکرجان حکیموف، صاحبان بنا حق استفاده بام آن را دارند. از جمله آنها می توانند بام را برای نصب موجگیرها استفاده کنند. مقامات به گفته او حق ندارند که برای استفاده این گوشه به آنها شرط گذارند. طبق قانون حتی اگر ساکنان به دستور شهرداری راضی‌اند باید به آنها برای ایجاد ناراحتی جبران پرداخته شود و یا راه دیگری برای تأمین آنها با شبکه‌های گوناگون تلویزیونی پیشنهاد گردد. از نگاه قانونگذاری ما شاهد قانون شکنی شدیم، زیرا صاحب موجگیری ماهواره با پول خود آن را خریداری کرده میخواد با استفاده از منبع‌های آلترناتیوی اطلاعاتی نیازهای فرهنگی و اجتماعی خود را قانع نماید. اگر کسی تصمیم گرفته است که این حق او را محدود کند نادرست است. سوم، اگر حالا پیش راه این کار گرفته نشود این میتواند به یک عمل معمولی تبدیل یابد. مجمع بزرگ سالک استقلال و آزادی نامگذاری شده است و ظاهراً وجود آنتن ها در بام بناهای استقامتی منظره آن را نازیب می کند باید تا ماه سپتامبر و تا جشن 30 سالگی استقلال به استفاده داده شود. بلندی مناره آن به 121 متر می رسد و از آنجا می شود تمام شهر را دید. مبلغ طرح ساختمان را مقامات اعلان نمی کنند و شاید این به وضع نامساعد اقتصاد کشور مربوط باشد.
بینندگان عزیز، اینجا برنامه ما با پایان میرسد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.